در همه کنج و کنار ده درفش تاجیکانه ما پرافشان است. زیر این متاع مقدس صلح و آرامی، آزادی و آبادی حکم فرماست. این لیوا تاریخ 25 ساله دارد و پس از انتخابش همچون رمز مقدسات ملی از جانب شهروندان پذیرفته شده است. 24 نوامبر سال 1992 برای مردم تاجیک صحنه تاریخی و فراموش نشونده بود، چون که لیوای ما با 3 رنگ و تاج و 7 ستاره از جانب وکیلان خلق قبول گردیده است. اندازه پرچم اولین جمهوری تاجیکستان 145 به 85 سانتی متر می باشد. هنگام قبول درفش کاویانه چندین نفران اشک شادی می ریختند و شکرگزار از آن بودند که صاحب دولتند و پرچم خود را دارند. این لیوا با همان اندازه‌اش در آثارخانه به نمایش گذاشته شده است. با سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سال 2007 وقتی تجلیل گرفتن 15 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان این پرچم به آثارخانه ملی سپرده می شود. هر یک یادگاری تاریخی در آثارخانه صحنه قید و رقم مخصوص خود را دارد. از ماه ایون سال 2007 در آثارخانه ملی تحت رقم 128-23/2 به قید گرفته شد. از همان لحظه که از سال 2007 به آثارخانه ملی سپرده می شود، ما او را در شعبه اکسپوزیسیونی آثارخانه جایگزین کردگیم و هر یک تماشابین البته یک حسیات ملی، افتخار ملی از قبول اولین پرچم جمهوری تاجیکستان میکنند و با چشم خود در آثارخانه او را میبینند. ملت کهن بنیاد تاجیک با این لیوا افتخار میکنند و هنگامی که بیرون از مرز میگردند و در چاره‌بینی و مسابقه های بین المللی شرکت میورزند، با خود این متاع را میبرند و سرسبزی و بخت سفید، روی سرخ و اقبال نکو را بالای آن میبینند. باز افتخار میکنند که بین دیگر پرچم ها درفش ما بلندتر و بالاتر پرافشان